سلام بچه ها، حالتون چطور؟ من کیمیا هستم و توی این ویدیو میخوایم داستان تمام نسخه های بازی کراش رو به شما بگیم. کراش یکی از محبوب ترین بازی های صنعت گیم محسوب میشه و هنوز هم طرفدارای خودشو داره. خیلی ها معتقدن اصلا پلی استیشن شهرتشو به خاطر این بازی کراش به دست آورد. البته واقعا اون زمان کراش بازی شگفت انگیزی بود و یکی از اولین بازی های سه بعدی دنیای گیم هستش. کراش سختی های زیادی رو تحمل کرده و بالا پایینای زیادی داشته. البته بیراه نیست که بگیم این به خاطر تغییر سازنده های بازی بوده. شاید براتون سوال باشه که کراش چگونه متولد شد. دو تا از سراهای کراش رفته بودن ماهیگیری و در حین ماهیگیری داشتن به ساخت شخصیت شبیه به سونیک فکر میکردن تا مثل سگا سونی رو به اوج برسونه. تو جنگل یه روباه قرمز دیدن و یهو فکر یک موجود قرمز شبیه به سونیک که قیافش شبیه به روباه بود به ذهنشون رسید. پس فکر نکنین روزها به خاطر طراحیش وقت صرف کردن. کراش یه ایده یه لحظه‌ای بود و نسخه جدیدش هم اومد که واقعا من باهاش حال کردم. توجه داشته باشین که من از 3 نسخه ریمیک کراش برای ویدیو استفاده کردم و خب داستانشون هم هیچ فرقی نداره و فقط گرافیکش بهتره. دیگه هیچ حرفی نمیمونه، پس بریم شروع کنیم. داستان بازی کراش 1. دکتر کورتکس و دکتر امبریو دارن با هم یه آزمایشاتی روی حیوانات انجام میدن تا حیوانات جشن یافته بسازن. تو یکی از این آزمایش‌ها کراش به وجود میاد. بله، خود کورتکس کراشو ساخته. واقعا خاک تو سرت. کراش از قلعه دکتر کورتکس فرار میکنه ولی دوستش تو قلعه میمونه. دوستش کیه؟ ایشون که واقعا این شعر برازنده شونه. الله اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه شکر. حیف که تو سری کراش نقشش کم رنگ شد. به هر حال کراش با کمک آکو از یک سری موانع عبور میکنه و به قلعه دکتر کورتکس برمیگرده و دکتر کورتکس رو شکست میده و میپره تو بغل دوستش. همینقدر سوسماسی و کلیشه داستان کراش 1 تمام میشه. داستان قسمت بعد یعنی بازی کراش 2. دکتر کورتکس بعد از اینکه کراش شکستش میده پایین میفته و اتفاقی وارد یه غار از کریستال های قدرتمند میشه که میتونن قدرت بسیار زیادی تولید کنن. ولی ناموسا خنده های دکتر کورتکس تو نسخه اصلی رو ببینید، لعنتین اوج گرافیک اون زمان بود. 1 سال میگذره و دکتر کورتکس برای نابود کردن زمین نیاز به کریستال های بیشتری داره. اون کراش رو فریب میده و میگه اگه این کریستال ها رو برای من نیارید تمام زمین نابود خواهد شد. کراش نادونم میره و تمام کریستال ها رو برای کورتکس جمع میکنه. البته که خواهر کراش یعنی کوکو سعی میکنه به ما بفهمونه که داریم اشتباه میکنیم، ولی کراش احمق تر از این حرفاست. در این راه ما با ریپر رو و برادران کومودو و تاینی ببره میجنگیم و کریستال ها رو برای دکتر جمع میکنیم. بعد وقتی کریستال ها رو میدیم به دکتر متوجه این نقشه شیطانیش میشیم و بعد با دکتر انجین مبارزه میکنیم و اونو شکست میدیم و در نهایت هم دکتر کورتکس رو شکست میدیم. در آخر بازی هم دکتر امبریو میاد و میگه میخواد بهمون کمک کنه و ما با کمک اون و انرژی کریستال ها سفینه دکتر کورتکس رو منفجر میکنیم. حالا شاید براتون سوال باشه چرا امبریو به ما کمک کرد؟ چون میخواست از کورتکس انتقام بگیره، چون کورتکس اونو طردش کرده بود بعد از اتفاقات نسخه اول و فکر میکرد تقصیر اونه که کراش دشمنش شده. حالا میرسیم به نسخه 3 یعنی کراش وارپد. در این قسمت بعد از اینکه سفینه دکتر کورتکس سقوط میکنه روی یه معبد میفته و یه موجود شیطانی یعنی اوکا برادر آکو رو آزاد میکنه. اون کورتکس رو به خاطر شکستاش سرزنش میکنه و بعدش هم دکتر انتروپی رو میاره تا در شکست کراش به ما کمک کنه. کراش و کوکو و آکو میرن و به مکانهای مختلفی از زمان سفر میکنن و با افرادی مثل تاینی ببره و دینگو دایلو و دکتر انتروپی و دکتر انجی مبارزه میکنن و در نهایت هم به اوکا و دکتر کورتکس میرسن که اونا رو هم شکست میدن و اونا رو در نقطه از فضا و زمان زندانی میکنن. قسمت بعدی بازی کراش 4 ایتس بات تایم که همین چند وقت پیش عرضه شد و واقعا عالی بود. داستان از جای شروع میشه که دکتر انتروپی و دکتر کورتکس و اوکا میتونن از زندان فضا و زمان فرار کنن و شکاف‌های در فضا و زمان ایجاد کنن و میخوان با استفاده از ماسک‌های کوانتومی مثل اوکا آکو کراش رو شکست بدن. اولین ماسکی که پیداش میکنیم نانی نونیه که میتونه برخی از چیزها رو محو و برخی از چیزها رو ظاهر کنه. بعد با دکتر انجین میجنگیم و اونو شکست میدیم. بعد دزدای دریایی ما رو میگیرن ولی تانا با شلاقش میاد به کمکمون. میدونین تانا کیه؟ تانا همون دافولیه که تو قسمت اول بود. چجوری از این رسیدی به این؟
واقعا قلبم شکست. بعد به آکانو میرسیم که میتونه قدرت چرخیدن کراش رو خیلی بیشتر کنه، تا حدی که کراش میتونه با چرخیدن پرواز کنه. بعد هم با دکتر امبریو میجنگیم. بعد به دینگو دیلی میرسیم که آدم خوبی شده و میخواد مثل شرک تو باطلاق گرم و نرمی زندگی کنه، ولی افراد دکتر کورتکس اعصابشو به هم ریختن و برای همین هم میخواد ببرتش تو باطلاق خودش. بالاخره به ماسک بعدی میرسیم که میتونه زمان رو متوقف کنه. نفر بعدی که حالش رو میگیریم دکتر کورتکسه که بعد از اینکه شکستش میدیم انتروپی بهش خیانت میکنه و شاید باورتون نشه اون بعدش با همون دوست میشه و بهمون کمک میکنه که انتروپی رو شکست بدیم. هاگ. ماسک بعدی اینتروتبای که نمیدونم اسمش درست گفتم یا نه، که میتونه جاذبه رو معکوس کنه. بعدش میفهمیم دکتر انتروپی نایترو اکسید رو مجبور کرده ارتشش رو برای مقابله با ما بفرسته. درباره این پوست کج آخر ویدیو بهتون توضیح میدم. بعد به انتروپی و خانم محترمشون میرسیم که خیلی راحت ما رو شکست میدن، ولی یکی از ماسکا میاد به کمکمون و کراش میره روی خط فضا زمان سر میخوره و تمام مکانهایی که توش بودیم رو میبینه و از همه جالبتر این که کراش نسخه 1996 هم چند لحظه نشان داده میشه. کراش انتروپی و خانم محترمشون رو شکست میده و ماسکای کوانتومی هم فضا زمان رو درست میکنن و شکافهای فضا زمان رو میبندن و ما رو برای تشویق میبرن به سال 3023 تا از شگفتی های علم و فناوری در اون زمان لذت ببریم. ولی کورتکس نمیتونه جلوی خودشو بگیره و ماسک زمان رو میدوزه تا برگرده به عقب و اشتباهاتش رو درست کنه و دیگه اصلا کراش رو به وجود نیاره. برمیگرده به زمان قبل از به وجود آوردن کراش و سعی میکنه خود گذشتش رو راضی کنه که از آینده میاد، ولی گذشتش خیلی نادونه، برای همین اونو زندانی میکنه که دیگه کراش رو نسازه. ولی خب ارزه همین یه کارم نداره و دوباره شکست میخوره و کورتکس گذشته دوباره کراش رو به وجود میاره. ماسکای کوانتومی کورتکس رو زندانی میکنن. دینگو دالی برمیگرده به باطلاق گرم و نرم خودش. در گوشم زمزمه کرد اینجا باطلاق منه. ماسکای کوانتومی آکو کراش و کوکو برمیگردن به خونه گرم و نرم خودشون و میشینن پلی استیشن بازی میکنن. این بود داستان نسخه های اصلی کراش، ولی هنوز ویدیو تموم نشده و داستان نسخه های فرعی کراش مونده. اولین نسخه فرعی کراش ماشینی همون CTR هستش. داستان بازی همینه که همون پوستکج فضایی نیترو اکساید میخواد به زمین حمله کنه و میگه اگه منو تو مسابقه اتومبیلرانی شکست ندین سیارتون رو نابود میکنم. کراش، نیترو کارت و تک تیم ریسینگ داستان خاصی ندارن، فقط نسخه های مشابه به کراش ماشینی هن. نسخه بعدی کراش باشه که یه بازی چند نفر بود و واقعا هم عالی بود که خیلی همون باش خاطره داریم. اینم داستان خاصی نداره. اوکا و آکو با هم مسابقه میدن تا ببینن خوبی قوی تریه یا بدی و این بستگی به انتخاب پلیر داشت. نسخه کراش بندیکوت خشم کورتکس هم بعد از قسمت سوم اتفاق میفته و کراش و کورتکس با هم یه سری مسابقه میدن و کورتکس یه موجود به اسم کرانچ بندیکوت رو با وجود میاره که کراش رو شکست بده، ولی موفق نمیشه و کرانچ هم از دوستای کراش میشه. نسخه بعدی کراش تو این سانتیه که کراش و کورتکس با هم همکاری میکنن تا یه سری از موجودات فضایی رو شکست بدن. دو تا بازی کراش یعنی کراش آفت تایتانز و کراش ذهن جهش یافته هم از نظر گیم پلی و هم از نظر داستان خیلی شبیه هم هستن. دکتر کورتکس میخواد با استفاده از موجودات جهش یافته کراش رو شکست بده، ولی کراش با کمک آکو کنترل اونا رو به دست میگیره و کورتکس رو شکست میده. من از کراش آفت تایتانز و کراش مایند اوور میوتن خیلی خوشم آمد با اینکه دو تا بازی معمولی بودن. به هر حال اینم از داستان تمام نسخه‌های کراش. اگه دقت کرده باشیم به جز 4 نسخه اصلی بقیه نسخه‌ها هیچ داستان خاصی ندارن. همین 4 نسخه اصلی هم همچین داستانشون چنگی به دل نمیزنه، ولی کراش به خاطر داستانش معروف نیست و به خاطر گیم پلیش همه دوستش دارن. به هر حال اگه میخواین داستان بازی‌های دیگه ای را هم بگم تو کامنت ها بگیم و لایک یادتون نره و همچنین یادتون نره برای حمایت کردن از من کانال رو سابسکرایب کنید. مرسی بابت تماشای ویدیو تا اینجا و تا ویدیوهای دیگه خدا نگهدار.